آخرین ملاقاتی که با برادرم داشتم اواخر فروردین سال 67 بود. توی همون ملاقات چند دقیقه‌ای که با هم داشتیم، روحیه سرشار، بشاش و امیدواری که داشت برای من خیلی چشمگیر بود. اون موقع بعد از عملیات آفتاب ارتش آزادی بخش بود، ولی نمیدونم به چه طریق، به چه صورت خبر عملیات ارتش آزادی بخش رو داشت و تلاش میکرد روحیه امیدواری که از شنیدن این خبرها به دست آورده بود و به ماها در بیرون زندان هم ساری جاری بکنه. آخرین چیزی هم که ازم خواست این بود که گفت هر ترتیب وظیفه دارین که از سازمان حمایت مالی بکنین، حتی شده با پول قلکت. بهم سفارش کرد که ذره ذره هم شده پولاتو جمع کن، با پول قلکت به سازمان کمک مالی برسون. من این روزا تو برنامه همیاری، دهمین همیاری که داشتیم، وقتی تو برنامه میدیدم که بچه‌هایی هستن که با پول قلکشون به سیمای آزادی همیاری میرسونن، لحظات زیادی یاد برادر شهیدم بودم و باهاش نجوا میکردم. بهش گفتم حسن، سفارشی که به من میکردی، آرزویی که داشتی، حالا واسه همه بچه‌های ایرانی به یه ارزش تبدیل شده که با ذره ذره پول قلکشون به سازمان کمک میرسونن. نگاه کن من از ستاره سوختم، لبا لبت ستارگان شب شدم، و نگاه کن ما به کجا رسیدیم. به کهکشان، به بیکران، به جاودان.